نکن. میخواستم یه چیزی بهت بگم. یه چنل زدم داخل یوتیوب، خیلی خوب. درسته یکم طول میکشه، یکی دو ویدیو، با 500 ویدیو مانیتایز میشه، ولی خب باید شروع کرد. بهتر از اینه که با ریال کار کنی. یه دونه چنل خودتو بساز. من موضوع چنلم حمایت از یوتیوبره که ویدیو درباره حمایت از شما میسازم. کسایی که چنل دارن و این ویدیو رو گوش کردن حتما کامنت بذارن که خودم ساب کنم. بچه های دیگه هم حتما از هم دیگه حمایت کنید. کسایی که کامنت گذاشتن، حالا در کل کسای دیگه، همه رو حمایت کنید. یک لایک کردن و یک دونه ساب کردن کلی کمک میکنه به اون طرف. شما میگین مثلا 20 تا ساب داره، برای چی من سابش نکنم؟ همینجوری همتون همینو میگین، بعد اون هیچ حمایتی ازش نمیشه. بعد شما حمایتش کنید تا بقیه هم ببینن، تا حمایت بشه. من خودم، شما الان این ویدیو رو شاید از رد کنید، اصلا شاید هم بمونین، لایک کنین، کامنت بذارین، ساب کنین و این خیلی خوبه. برای اینکه هممون رشد کنیم باید از هم حمایت کنیم دیگه. همین میخواستم فقط همین رو بگم که از هم حمایت کنیم.